همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما، قیمت از این السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جمع تبریکات شهنان در طرفخانه آقوسرای برای تبریک کردن داماد و عروس امشبه رسلان و فیروزه بانو آمدیم. امروز تبریکات را از مسافرت از نام احمدک آماده کردیم و از نام مادرشان شهرزاده خاله امروز دختر نازنینشان عروس نازنین امشبه را تبریک کرده. لحظه های خرسندی را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. ijodkorlarimiz bor, albatta mana shu kelinlarimiz tomonlarida ota-onalarni albatta xursand qilish maqsadida albatta mana shu ijodkorlarimiz tashrif buyurishga qaror qildilar. Shahnon tabriklash agentligini biz ayni daqiqalarda taklif qilamiz. Malol akamiz bitta guldiroz qarsa bo'lsa mana shu yigitlarimiz va birgalikda chorlab qolamiz. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. سلام ماست پیک عاشقانه، سرود است و ترود است و ترانه. سلام و درود بی پایان و سلام علیکم مردم بهار و ننگ و ناموزدار آقصای عظیم، مردم سربلند، مردم مهنت و مهمان دوست. یکایک شما را به توی نگاهی رسلان و فیروزه بانو خوش آمدیدتان میگوییم. قدم های مبارکتان را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. میخواستیم روی صحنه البته سببگاران امروز توی را پدر عزیزی داماد و مادر نازنین، مادر ارزنده و زیبنده گلعروس نازنین را سر اول به نزد ما تکلیف کنیم. مرحمت مولانا مک را و البته شهرزاده خاله را میخواستیم به نزد ما تکلیف کنیم. در این لحظه های خرسندی آنها را تبریک گوییم. مرحمت شهرزاده خاله، ایال ما نزدیکتر استید، باید نزدیکتر. البته مولانا مک میخواستیم شما نزدیکتر استید. مرحمت شهرزاده خاله، توی نکاحی دختر مبارک باشد. امروز لحظه های خرسندی را برایتان مبارکباد میگوییم. امروز سر اول از نام فرزند راهدارتان، از نام احمدک هزار رحمت و تشکر را برای شما خواستیم رسانیم و در این لحظه های خرسندی که همراه شما قنات شده ایستاده نتونستند حضورشان را از شما میپرسیم. و امروز که در این خاندان زیبایتان کلید در جنت خود را دخترک نازنین، مصلحتچی و البته دوگانه بهترینتان را امروز به خاندان بختش گسل کرده ایستاده اید. برایتان تمام خوشی های زندگی را آرزومندیم. سر پیشتر بستیم، به دور نزدیکتر. مرحمت. خدا کند که از پشت فرزندان فقط حضور و حلاوت دیده گردید. امروز برای شما، برای البته مولانا مک توی ها را مبارکباد میگوییم. مولانا مک گل دختر نازنین مبارک باشد. کلین پاشا با پای قدم بیاید و خاندان شما شکوه و شهامت زندگی، بردباری، سعادتمندی را بیارد. خدا کند که سال آینده شهرزاده خاله یک نه دو گوهره کلام برداشته به خاندانتان روند و البته گوهربندان ها شود. توی ها مبارک باشد میگوییم. امروز شهرزاده خاله از نام فرزند عزیزتان، از نام احمدک میخواستیم فیروزه بانو را تبریک گوییم. البته رسلان فیروزه بانو توی ها مبارک باشد. فیروزه بانو برادر عزیزتان که در مسافرت هستند. سال گذشته در خاندان ما یک روزی بد بود، روزی ناگوار بود که تقدیر از ما پدر عزیزمان را برد. خدا رحمت کند شاهستان خاندان، قبلگاه فرزندان، پدر بزرگوارم را. امروز رفته از نام من و از نام شادروان پدر عزیزم، یعنی از نام رمضان مک شما را تبریک میگوییم. اگر امروز می بودند دل و دیده شما پور میشد. البته می بودند پدر عزیز ناگفتن امانت می گفتند برای دختر نازنینشان. دخترم قدر همین عشق بدان، دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم
در راه طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرت آینه توست، نصرت و گرمی کاشانه توست، به غم و شادی و بر بیش و کمت همراه و همدم و همخانه توست. دخترم گیر دعا، دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا به از دور و گوهر. دخترم قدری همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. البته فیروزبانو این مصرع ها را از زبان پدرتان قبول کنید. امروز از آن آسمان بهر هر دوی شمایان خرسند و خوشحال هستند که صاحب بخت شده ایستادید. خدا کند که خوشبخت‌ترین عائله را برپا کنید و صاحب یک چند فرزندهای اصیل شوید. و البته از نام برادرتان، از نام احمدک برایتان میگوییم دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر نازنین من، مصلحتچی من، خبرگیرک من که در مسافرت هستم، هر روز و هر ساعت و هر دقیقه ها از حال و احوال من تلفن و زنگ زده خبر میگرفته که امروز صاحب بخت شده ایستاده است. خدا کند خوشبخت باشد، خدا کند به خاندان ما تنها مهمانی بیاید، همراهی بختش و همراهی فرزندانش. خدا کند که مادری من، مادری مهربان به بیجان عزیزی نبیره های خود شوند و در سری نبیره هایشان الله های ناز را خوانیم. سال آینده باشد از مسافرت برگشته همه ما یک عائله شده به خاندان خواهرم گوهره های کلان را برداشته رفتن برای ما نصیب کند میگویند. امروز باشد شهر زلخاله، البته مولانمک در روزی خرسندی میگویند نیت کنیم، نیت ها جامع عمل میپوشد. من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود، آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری رسلان جان گردد میانی مردمان، نامی فرزند نخستین نامی پیغمبر شود. گفتگی ها دست ما خالی باشد. یک قرصک زنیم به افتخار داماد و عروس. هزار رحمت تشکر میگویم. و البته مادری عزیز، مادری مهربان، امروز از نام فرزند برای شما هزاران رحمت میگویم. بعد از درگذشتن پدر جای پدر را نشان ندادند، برای ما هم پدر و هم مادر شده خودشان را به دست گرفته در سر ما سایبان شده ایستادند. برای بیجان من، برای آن جان مهربان من رسانید که دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادر من گل ثبت خاندانم هستند، مادر من فرشته فرزندان هستند. برایشان چقدر تحفه ها کنیم کم است. امروز باشد از نام من همین دستگلی زیبا را برایشان تقدیم کنید. مبارک باشد گفتند. مرحمت قبول کنید. و البته خدا کند که رسلان فیروزبانو شمایان را به زیارت کعبة الله نصیب کند. همراهی پدر و مادر یک جای زیارت کرده آمده در این اقصای عظیم باز حج آشی ها کردن برای شما نصیب کند. گفته از نام برادرتان، از نام احمدک برای هر دوی شما تحفه ها هست. برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین و خودتان با دستان خود برای همسرتان گلدسته را از نام برادرشان تحفه سازید. توی هایتان مبارک باشد، خوشبخت باشد. مرحمت تحفه ها را قبول کنید. مبارک باشد. مرحبا. و در روز نازنین تقدیم کنید به خانم البته کتاب را قبول کنید. مبارک باشد. مادر عزیز، در قلب گفتنی ها دارید. در قلب هم برای خود هم از نام شادروان پدر باید در این روز تبریک گویید. دعای مادران مستجاب است. دعای مادران به درگاه خداوند البته رفته میرسد. دعا کنید خوشبخت باشند. دعا کنید صاحب فرزند، صاحب نبیره کنند شمایان را. مرحمت. امروز میخواستیم از نام مادر عزیز فیروزبانو برایتان گویم که بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت.
بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. البته حیاتتان پر از رنگین کمان باشد و خوشبختترین خوشبخت ها باشد. مولانا مک مانده نشدید از این طرف نزدیکتر رسید کنید. مولانا مک پسر امروز شاهنشاه از پدرجانش دعا یشته، با پهلو دختر چون مه پدرجانش دعا یشته. شما عاقل، شما فاضل، شما روشنگری منزل، برای حرمت دو دل پدرجانش دعا یشته. دعا کنیم خوشبخت باشند، سعادتمند باشند و مهمانان امشب را باید خوش آمدید گوید. مرحمت. Avvalambor hammalaringizga, mehmonlar, mezbonlar katta rahmat kelganlaringizga. Ruslanjon, Feruzabona xushbaxt bo'lishinglar. Serfarzand bo'lishinglar. Yakdagaritona hurmat, izzat qadagaritona. Feruzabona ham farzandim muvaqqat. Doktorim. Xushbaxt bo'lishing, salomat bo'lishing. ای رحمت، سلامت باشد. میخواستیم اکنون شمایان را برعکس دعوت کنیم. از سخنران امشب التماس میکردیم که نوبت رو با هنرمندان، با حافظان، با سراینده ها و گروه امشب دهند که امشب پدر مادران را البته صاحب تویان با راهبری مهمانان امشب برعکس و بازی تکلیف کنیم. مهمانان عزیز برای شما کیفیت خوش و اعلا را تمنا داریم. میگویند دهیم نوبت برعکس و بازی اکنون شب معرکه زیبا و گلگان. بخوان حافظ، بخوان حافظ سرودی عاشقانه، به مقصد میرسد لیلی و مجنون. یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم، شاد باش میگوییم. داماد و عروس خوشبخت شود گفتگاه. با یک قرصک میزنیم. تشکر میگویم در خدمت شما جماعی شهنان بودن. هزار رحمت. تشکر سیزگیم. مرحمت. رحمت. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. عزیزان همیشه آرزو کنید آرزوهای نیک با آرزوی شما خداوند کریم میرسانند. امروز باشد ما در این طربخانه زیبا البته داماد و عروس امشب رسلان و فیروزه بانو را از نوع برادرشون احمد اکا تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.